اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین و صلی الله علی اشرف الانبیاء محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین لا سیما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بررسی می کردیم در بحث پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها مسئله حجاب را و دوستانی که شبهای گذشته حاضر بودند مستحضرند که مفصل عرض شد که مسئله حجاب یک مسئله صرفاً اسلامی نیست، بلکه قبل از دین اسلام ادیان دیگر درباره حجاب تأکیدات فراوان داشتند. من جمله از ادیان دین زرتشت است، من جمله از ادیان دین یهود است و من جمله دین مسیحیت. ادیان قبلی رو توضیح دادیم شبهای گذشته، ادلهشون رو مفصل بحث کردیم و گفتگو کردیم. اما مون دین مسیحیت. دوستان عزیز توجه داشته باشن، حواستون اینجا باشه آقا. در دین مسیحیت مسئله حجاب به گونه‌ای متفاوت مطرح شده. چرا؟ شما مستحضرید که دین مسیحیت اساساً دینی است که از او تعبیر می شود به تصوف یهود، یعنی که نه دین یهودیت رو به گونه ای عرض کنم رشحات تصوف درش وارد کنید، ماحصل و نتیجه او می شود دین مسیحیت. در دین مسیحیت به مسئله باطن بیش از ظاهر اهمیت داده میشه. در مسئله باطن بیش از ظاهر اهمیت داده میشه. اصطلاحاً اون شعر معروف ما درون را بنگریم و حال را نیبرون را بنگریم و قال را، نمونه بارزش تفکر دین مسیحیته، به خلاف دین یهودیت که دین یهودیت بیشتر رو ظاهر مانور میده. یک نکته ای رو عرض کردم، اینایی دقت کنید، یک بابی رو در مقابل چشمان شما باز میکنه در مطالعه ادیان. یهودیت دینی است که بیشتر به ظواهر امور اهمیت میده، ظاهر انسان، ظاهر زندگی، ظاهر عرض کنم دنیا. مسیحیت دینی است که بیشتر به بواطن امور اهمیت میده. اسلام چه دیدگاهی داره؟ اسلام جامع هر دوست، هم ظاهر برای اسلام مهمه هم باطن. اصطلاحاً ما این شعر رو یه مقدار باید اصلاحش کنیم. ما در دیدگاه اسلامی میگیم ما هم درون را بنگریم و حال را، هم برون را بنگریم و قال را. توجه کردین؟ ما صرفاً دین باطنگرا نیستیم. اما لذا هر کسی میخواد مطالعه کنه بره مطالعه کنه، آیات روایات زیادی رو نگاه کنه، دستوراتی درباره ظاهر انسان، ظاهر اجتماع، ظاهر حیات بشر، ظاهر سیاست، ظاهر اقتصاد، این همه احکام اسلامی، همه دستورات اسلامی داریم. در مورد باطن هم الا ماشاءالله دستورات معرفتی و سلوکی در اسلام وجود داره. اسلام نقطه اتصال اهمیت دادن هم به ظاهر هم به باطن است. درست شد؟ اما مسیحیت دینی است که بیشتر به باطن اهمیت میده. لذا چون به باطن اهمیت میده مسئله حجاب رو با یک دید دیگری نگاه میکنه. چطور دید دیگری نگاه میکنه؟ حواسا با من آقا. در دین مسیحیت میگد که کتاب مقدس مسیحیت عهد جدید اعم از اناجیل و غیر اناجیل، نامه های مختلف در عهد جدید، اینها کأنه شعارشون این است که مسئله حجاب قبل از آنی که سلام رحمت الله، مسئله حجاب قبل از آنی که یک مسئله ظاهری باشد یک مسئله باطنی است. لذا میگن مسئله حجاب باید سلام علیکم رحمت الله، مسئله حجاب باید یک جوشش درونی و باطنی ابتداء داشته باشه. ببین آقا ما حجاب رو چی حساب میکنیم؟ ما معمولا تفکر اجتماعی مردم در زمینه حجاب سلام رحمت الله، مسئله تفکر اجتماعی مردم در زمینه حجاب چیه مولانا؟
میگن آقا رعایت حفظ پوشش ظاهر این حجاب دیگه، حفظ پوشش ظاهر این حجاب هستش. اما در دین مسیحیت میگه این قضیه حجاب حرف درستی هم میزنه، میگه این قضیه حجاب یک جوشش درونی دارد اولا و بالذات. فوری نگید آقا دعوا سر 2 متر پارچه نیست، دعوا سر 2 متر پارچه نیست. حجاب باید از جوشش درون آغاز بشه. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم بر این که اعتقاد و باور به نوعی از تحفظ در وجود انسان باید به اصطلاح منقمر بشود. سلام علیکم و رحمت الله. در وجود انسان باید اعتقاد به نوعی از پوشش و تحفظ، اونم از روی مبانی اعتقادی به قول ما منقمر بشود، محقق بشود. بعد بر اساس اون اعتقاد، این اعتقاد درونی باطنی ظهور و بروز در جسم من هم داشته باشه، من پوشش هم داشته باشم. پس بنابراین یه جنبندی بکنم تا اینجا، رفقایی که نبودم توجه کنن. یا الله یا الله. آقای بلاغی از لحظه اول حضور داشتن. دوستانی که خدمت شما عرض کنم که اصالت و تأخیری هستند، توجه فرمودید. اصالت و تأخیر، ما یه سری اصول در حوزه داریم، اصالت و طهاره، اصالت و نمیدونم عرض کنم بر این که کذا کذا، من جمله اصالت و تأخیر. خب آقایون اصالت و تأخیر دقت بفرمایید. ببینید آقا، ما عرض کردیم که موضوع بحث در مورد حجاب از دیدگاه ادیان بود. عرض کردیم که مسئله حجاب صرفاً مسئله اسلامی نیست. ادیان قبل بیش از اسلام و پیش از اسلام به حجاب اهمیت دادن. گرچه اسلام در منظر اسلام نظر به حجاب یک دیدگاه ویژه‌ای پیدا کرد، حالا توضیح خواهم داد. اما خب ادیانی مثل یهودیت و زرتشتیت رو بررسی کردیم، گذشت، رسیدیم به مسیحیت. توضیحی رو دادم، عرض کردم دین یهودیت دینی است که اساساً، از این مقولم بیایم بیرون، دین یهودیت دینی است که خیلی به ظواهر امور و زندگی اعتقاد داره و اهمیت میده، به خلاف مسیحیت که نوعی تصوف دین یهودی است. یعنی چی؟ یعنی خیلی درونگراست. مسیحیت درونگرا، بیشتر به باطن اهمیت میده. لذا اعتقادشون هم ببینید میگه شریعت یعنی 2 تا کار: خدا رو در دل قبول داشته باش، به همسایت هم نیکی کن. توجه فرمودید؟ این خلاصه دین مسیحیت میشه در 2 کلمه. به خلاف یهودیت که داره مناسک فراوان ظاهریه. یهودیت به دینی است که به ظواهر اهمیت میده، مسیحیت دینی است که به باطن اهمیت میده، اسلام نقطه حلقه اتصاله، یعنی هم میفرماید ظاهر هم میفرماید باطن، هم میفرماید عرض کنم آتنا فی دنیا حسنه هم و فی الاخرت حسنه. این دین جامع همینه، فرقش اینه. حالا در دین مسیحیتی که خیلی باطنگراست، مسئله حجاب اولا و بالذات یه امر باطنی حساب میشه. ما حجاب رو در عرف ما نگاه کنید، در عرف مردم دنیا نگاه کنید، تا مسئله حجاب مطرح میشه، حجاب و چادر و پوشش و مانتو و نمیدونم برقه و پوشیه و این حرفا که مطرح میشه، معمولا ذهنها میرود به نوعی پوشش ظاهر. اما مسیحیت حرف قشنگی هم میزنن، میگن نه، اتفاقا جوشش حجاب یک جوشش درونی است. یعنی اول فرد باید در درونش حجاب رو رعایت کنه، منتها حجاب درون رو مناسب باید معنا کرد. بعد رشحه‌ای از این حجاب باطن ظهور و بروز میکنه، میشه این 2 متر پارچه‌ای که خانم‌ها بر دور خودشون حمائل میکنن، یا اون مقدار واجبی که عرض کنم لباس واجبی که آقایان پوشش خودشون قرار میدن. یه مقدار عبارت رو بخونیم آقا. حجاب در آیین مسیحیت. عهد جدید عرض کردم نیمه دوم کتاب مقدس که کتاب‌هایی است که شامل 4 انجیل و کتاب‌های دیگر که مربوط به شریعت مسیح است. اسمشو بذارن عهد جدید. عهد جدید نه تنها در مواضع متعدد وجوب حجاب و پوشش را تذکر داده است، بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است درون انسان را نیز از تمایلات شهوانی منزه سازد و بدین وسیله عفت درون را پشتوانه مستحکم حجاب بیرون قرار دهد. خیلی شعار قشنگیه. اگر ما همه احکام الهی رو با این دید نگاه بکنیم، دیگه خدمت شما عرض کنم که خلاف شرع خیلی محدود میشه. توجه فرمایید. ما معمولا مردم رو ملتزم میکنیم به رعایت ظاهر شرع، در حالی که
اون پشتوانه‌ای که این ظاهر رو ایجاد میکنه اون پشتوانه ایمانه. لذا قرآن کریم هی تاکید میکنه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این آمنو اوله، چون این ایمانه است که عمل صالح رو همراه میکنه. وگرنه شما چه دایی داری صبح اول صبح ساعت 5 صبح تو سرما و گرما از خواب ناز از راحت خودت بلند شی وضو بگیری که چی که مثلا 2 رکعت نماز بخونی؟ توجه فرمودید؟ قولی که از رفقام گفت خب خداوند متعال که واجب کرد چی میشد؟ مثلا بگه صبح که پا میشد 8 رکعت بخونی. توجه فرمودید؟ مثل ظهر و عصر. توجه فرمودید؟ میگه برای 2 رکعت. اتفاقا خود این امتحانه، برای 2 رکعت نماز بلند شی. نمازهای دیگه 4 رکعت 3 رکعت، نماز صبح 2 رکعت. توجه فرمودید؟ ببینید برای این 2 رکعته پا میشین. حالا عرض من اینجاست اگر اعتقاد و ایمان پشت این عمل باشه به راحتی بلند میشه، اما اگه نه این اعتقاد و ایمان نباشه میگه برای چی بلند شه؟ حالا یه روزی هم بلند میشه حالا میگه به رعایت ظواهر 2 روز 1 سال 10 سال رعایت ظواهر، اصلا بگو تا آخر عمر رعایت ظواهر، اما از باطن خبری در این عمل نخواهد بود. خب لذا مسیحیت میگه حجاب اولا و به ذات درونی است، بعد ظهور بیرونی داره. در عهد جدید مواردی درباره حجاب و مسائل مربوط به آن آمده که فرازهای ذیل از آن است. دستوراتی که دین مسیح داده درباره رعایت حجاب. آقایان مراجعه کنن رساله پولس را. رساله پولس از کتاب‌های عهد جدید باب 2 آیات 1 تا 6. عرض کنم در رساله پولس که این نامه‌هایی است که جناب پولس نوشت و شریعت حضرت مسیح رو تبیین کرد که امروز که از کتاب‌های مقدس هست داخل عهد جدید. در اونجا می‌فرماید که عنوان باب اینه: لزوم عفت و خانه نشینی یکی از دستورات اکید دین مسیحیته. عجباً عجبا. توجه کردین؟ اگر اسلام دستور میدهد که خانم‌ها وضعیت و شرایط جسمانی و روحانیشون مقتضی است که سعی بر این باشد که در خانه، اونم وجوب قرار نداده، فقط یک دستور پیشنهادی داده است که سعی بر این باشد که امور خانه رو بپردازن و مردها امور بیرون خانه رو. شما ببینید چه خبر در فضای مجازی بر علیه اسلام، بر علیه اندیشه های اسلام. شما مسلمان ها عرض کنم محضر شما که امول هستید، دین شما دین عقب افتاده است، دین تهجر است. چرا؟ زنان رو در خانه خانه نشین کرده زنها رو. خب اتفاقا اگر 1,400,000,000 مسلمان فریاد وا قربتای اسلام از مسلمین بلند میشه، این 1,400,000,000 اعتقاد دارن که پیشنهاد اسلام بر این است که زن خانه رو بیشتر مراعات کنه، امور خانه رو نگهداری کنه تا بیرون رو. 2,400,000,000 مسیحی کتاب مقدسشون، اونم عهد جدیدشون، فریاد میزند در نامه‌های پولس آیه 1 تا 6 فریاد میزند که خانه‌داری اولویت زنان است، اون هم لزوم عفت و خانه نشینی برای زنان. خب عنوان دوم، رساله اول پولس، رساله به قرنتیان، رساله‌ای که به قرنتیان نوشت. در اونجا در باب 11 آیه 1 تا 17 خلاصش یک کلمه است. چی آقا؟ لزوم پوشاندن موی سر به ویژه در مراسم عبادی. دقیقاً همون دستوری که اسلام داده است. درسته آقا؟ حضرت آقا اسلام چه دستور میده؟ میگه خانم ها حتی اگر حضور مرد نامحرمم نیست و وقتی میخوان نماز بخونن رعایت حجاب کنن. ببینید میگه لزوم پوشاندن موی سر به ویژه در مراسم عبادی. لذا شما میدونید در کلیسا حتی خانم‌هایی که این مقدار رعایت نمی‌کنند و راحت می‌گردن در کلیسا با پوشش حاضر میشن. اون وقت ما جرئت نداریم به خانمی بگیم آقا اگه پاتو میذاری تو مسجد، لااقل تو مسجد حرمت مسجد رو نگه دار، محجبه وارد بشه. جرئت نداریم اگر یه خادم حرم حضرت رضا علیه السلام و خادم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها جلوی در وایساده میگه خانم اگه میخواید وارد بشید یه چادری سر کنید، اگه ندارید از این خلاصه قسمت چادری که خود حرم تعبیه کرده برید یه چادر بگیرید امانی سر کنید و بیایید بیرون. خلاصه خیلی ها ابرو در هم میکشن.
در حالی که آقا این یه قاعده دنیا داره روی این مسئله ما رو میگه آقا خانم های مسیحی اگر شما رعایت هم نمی کنید نکنید، ولی تو کلیسا میایید موقع عبادتتون باید چادر سر کنید. حالا چادر که عرض میگم حجاب، یعنی حجاب داشته باشید. خب باید حجاب در کلیسا داشته باشید، در مراسم عبادی حجاب داشته باشید. خب عرض کنم محضر شما که سومین دستور باز در همون رساله اول پولس به قرنتیان آمده است. میگه با وقار و امین بودن زنان سعی کنن با وقار باشن، گفتن و خندیدن و عرض کنم محضر شما که کلمات دیگر که مناسب حال این کلاس نیست که عرض بکنم، ناز و کرشمه آمدن ها برای خانم ها در اجتماع ممنوع. ناز و کرشمه رو برای به اصطلاح در اجتماع خانم ها ممنوع بدونن. خب اینم دستور دیگر. چهارم نهی از نگاه ناپاک به بیگانگان. هم اونایی که این سایت ها رو درست میکنن محتوای لختی و عریان این سایت ها رو در اختیار جوانهای مسلمان قرار میدن، همونها اعتقاد کتاب مقدسشونه که نگاه به نامحرم حرام است. منتها اگر این حرف رو یه مرجع تقلید بگه، فوری در فضای مجازی میگن حضرت آقا دیگه چی حرام است، دیگه چی حرام کردید. خب اما دیگران میگن هیچ مانعی نداره. اگر دیگران میگن این نشانه خلاصه خیلی پیشرفت و تمدن و تفکر و نمیدونم تعالی اونهاست. درست شد؟ با اوکت تجر یه ضرب المثل عربی است، میگه با اوکت تجر و با ایلا تجر. با یه حرف جر شما جر بده، با یه حرف جر ما جر نده. اگر لزوم پرهیز از نگاه به نامحرم رو اسلام و مرجع تقلید بیان کنه، میگن آقا ببین چه دین عقب افتاده است. اگر این تفکر رو در عهد جدید و کتاب مقدس مسیحیت و یهودیت مطرح بشه در عهد عتیق، میگن نگاه کن چه تمدن و چه پیشرفتی است. خب یا حق کتاب مقدس، بله همه اینا تحریف شده، یعنی همه اینا که تحریف شده اصلا باز دقیقاً تذکر خوبیه که اتفاقاً آقایان التفات داشته باشن که این کتاب ها با وجود تحریفاتی که شده این ریشه ها درش هست. یعنی چه بسا اگر ما اصل تورات و انجیل رو پیدا کنیم خیلی شدید و لحن‌تر و خیلی حادتر این مسئله رو بیان کرده باشه. اینا کتاب هایی است که بعداً نوشته شد توسط شاگردان عیسی و موسی و خلاصه یه مقدار تلطیف شد تازه این شده. توجه فرمایید. خب در علت به حساب این جاذبه شدید اسلام نیست که اینا به حساب دوری ایراد میگن به این قسمت ما مثلا. ببینید علل مختلف داره. خود این اگه ما بخوایم بررسی کنیم که چرا اگر ما میگیم نگاه منفی بهش میشه ولی اونها میگن خدمت شما عرض کنم نگاه مثبت بهش میشه، عللی داره. تبلیغات موثره، اگه بخوایم بحث کنیم یه بحث مفصلی خودش. تبلیغات خیلی تاثیر داره. ببینید اونا مسائل باطلشون رو با تبلیغات قشنگ به مردم دنیا عرضه کردن، ما حقمون رو نتونستیم به خاطر ضعف در تبلیغات به دنیا عرضه کنیم. این یه بعدشه. دو، نوع تبلیغات خیلی تاثیر داره. توجه فرمودید؟ مثلا برای ترویج حجاب ببینید ما چه کردیم اونا چه کردن، اینا رو باید یه مقدار بررسی کنیم. مثلا ملکه برگرده بگه، ملکه الیزابت برگرده به عروسش بگه حق نداری از این بعد لباس لختی بپوشی. چرا؟ چون تو ناموس خدمت شما عرض کنم که سلطنت بریتانیای کبیر هستی، تو حق نداری اینجور بیای بیرون. و ما چی میگیم؟ ما چجور رفتار کردیم؟ ما برای محجبه کردن خانم ها چگونه عمل کردیم؟ یه مقدار اگه مقایسه کنیم، این مقایسه ها خدمت شما عرض کنم نشون خواهد داد که میکده حمام نیست سرزده وارد مشو. میکده حمام نیست آقای احمدی، میکده حمام نیست سرزده وارد مشو. یعنی چی آقا؟ یعنی کار فرهنگی رفتار فرهنگی میخواد، کار فرهنگی رفتار فرهنگی میخواد. درسته مولانا؟ کار فرهنگی رفتار فرهنگی. اگر حجاب درست تبلیغ بشه، اگر مسائل زمینه‌های اصلی حجاب قشنگ تبیین بشه، قطعاً دعوا سر حجاب داشتن است نه سر حجاب نداشتن. کما اینکه حدود 50 سال بیشتر، حدود 70-80 سال پیش از این، در زمان محضر مبارک شما از کم پهلوی اول به زور نتوانست چادر و حجاب را از سر نوامیس این مملکت امام زمان بردارد. به زور، اونم با اون شدت و
عرض کنم حدتی که داشت نتونست برداره. چرا؟ چون مردم ایمان و باور به حجاب داشتن، به این راحتی قابل گرفتن نبود این مسئله. خب ما اگر بتونیم درست در اعماق وجود مردم احکام اسلام رو تبیین بکنیم، خود مردم عاشق این حرفا هستن، چون با فطرت اونها سازگاره. دین اسلام میده فطرته. یه خانمی وقتی محجبه است خیلی راحت تره، خیلی خدمت شما امنیت و مسئولیت بیشتری داره تا یک خانم بی حجاب. خب در کتاب زن از نظر حقوق اسلام این گونه آمده است که در میان مسیحیان و اروپاییان حجاب معمول و متعارف بود و این عادت تا قرن 13 میلادی ادامه داشته. قرن 13 یعنی چند سال پیش؟ الان قرن 21 هستیم. تا قرن 13 8 قرن پیش، درسته؟ 8 قرن پیش تا 8 قرن پیش حجاب کامل بود. توجه فرمودید؟ یعنی تا 1300 سال بعد از حضرت مسیح مردم مسیحیت اروپا خیلی حجاب کامل، زنهاشون حجاب کامل رعایت میکردن. اما از قرن 13 میلادی به این طرف سخت رایج، تا اون موقع سخت حجاب رایج بود و از آن تاریخ به بعد رو به تخفیف گذاشت. و نیز باز در کتاب زن و رهایی و نیروهای تولید آمده است که در تورات و انجیل به این مطلب که زنان از روزگار قدیم چهره خود را با برقع می پوشانیدن اشاره شده است. اصلا زنان اروپا و مسیحی اصلا آقایون برقع می زدن، یعنی پوشیه می زدن. توجه فرمودید؟ چیزی که اصلا نمیشه امروز اسمش آورد، چیزی که ما امروز نمیتونیم اسمش رو بیاریم از ترس اینکه ما رو متهم نکنن. شما می‌بینید که خود زنان اروپایی تا قرن 13 یا حتی بعد از اون برقع رو داشتن. بعد این مسئله کم رونق شد. حجاب قبل از اسلام. اما اینم جالبه بدونید که حتی در قبل از اسلام، حتی در فرهنگ عربی بدوی بیابانی جاهلیت، در اون دوران هم حجاب یه امر مسلم و متعارف بوده. دقت بفرمایید، من نمونه رو عرض بکنم، محضر شما عرض کنم که در کتاب دائره المعارف قرن 14 تا 20 این مسئله آمده که اینجا عرض میشه. حجاب قبل از اسلام از لابلای متون تاریخی چنین به دست می آید که زنان اعراب قبل از اسلام دارای حجاب بودند. دایره المعارف لاروس که یک دایره المعارف جهانی است، عرب را از جمله ملت‌هایی که از قدیم حجاب در آن ریشه داشته شمرده است. اصلا میگه عرب چند شاخصه داشته، یک شاخصش مسئله حجابه، خیلی معتقد و پایبند به حجاب بودن. داستان فجار، آقایون دقت کنید، مثلا یه داستانی در دوران جاهلیت عرب مطرح، حضرت یا الله حواسا اینجا یه داستان معروفی است در دوران جاهلیت در بین عرب ها رخ داده، خیلی معروفه، مثل جنان لیلی و مجنونی که ما ازش دم میزنیم، به نام قصة الفجار. فجار نام یک دختری است که از قبیله ای از قبایل عرب هست که این خانم، محضر شما عرض کنم که از بین قبیله قریش و هوازن. ظاهرا این خانم فجار از قبیله قریش بود که از قبایل ریشه‌دار عربه که پیغمبرم از این قبیله هست. 10 قبیله جمع شدن، اسم اینا رو گذاشتن قریش. قریش یه قبیله نیست، 10 قبیله، اسم مجموع اینا رو گذاشتن قریش. بنی هاشم هستن، بنی امیه هستن، بنی العباس هستن، 10 تا قبیله میشن قریش. توجه فرمودید؟ در مقابل قبیله هوازن بود. عرض کنم که جناب فجار، این خانم فجار کسی بود که داشت از منطقه‌ای، از محله‌ای میرفت به محله دیگر. خب یه اختلافی بود بین قریش و هوازن، اینا آمدن مقابل، جوانهایی از قبیله هوازن آمدن مقابل این خانم ایستادن، گفتن کجا میری؟ گفت من مثلا فرض کنید میخوام برم به فلان منزل، میخوام برم فلان جا سر بزنم. گفتن نکنه تو مردی و گفتگویی شد و برای اینکه ثابت بشد که او فجار هست یا نیست ازش درخواست کردن پوشیه رو کنار بزنه، که یه وقت مثلا زیر این لباس، چون بود یه وقتایی مثلا لباس مبدل میپوشیدن با لباس زن مثلا فرار میکردن، کمان که عبیدالله زیاد با لباس زنانه وارد عرض کنم برای اینکه کجا شد؟ دارالاماره.
گفتن آقا پوشیت رو بزن کنار. این خانم امتناع کرد. خلاصه گفتگویی در گرفت. آقایون نوشتن یک خونریزی و جنگ آنچنانی بین قبیله قریش و بین قبیله هوازن سر اینکه جوانان قبیله قریش به این خانم گفتن روپوشت رو بزن کنار، ما ببینیم تو واقعا فجار هستی یا نیستی، تو واقعا زنی یا مردی. یک جنگ آنچنانی. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده تأکید اهمیت و حساسیت ویژه عرب بر مسئله حجاب بوده. ببینید داستان فجار و جنگی که بین قبیله قریش و قبیله هوازن بر سر روپوش بلند زنی که جوانها خواستن وی صورت خود را نشان دهد اتفاق افتاد، مؤید این مطلب است. نقل کامل این جریان در کتاب حجاب در اسلام اثر مرحوم عاشق قوام وشنوی، بنده ایشون رو دیده بودم خدایش رحمت کنه. ایشون از یاران آیت الله مرعشی نجفی بود. در نوشتن کتاب‌های آقای مرعشی خیلی نقش داشت. از خطبای معروف قم بود. لله دره و علیه اجره. ایشون یک کتابی دارد به نام جریان حجاب در اسلام. خیلی کتاب مفیدی است. مفصلشون داستان نقل کرده و داستان‌های دیگر که نشان دهنده اهمیت حجاب در اسلام، در قبل از اسلام و در بین عرب جاهلی هست. اما مسئله حجاب در اسلام اجازه بفرمایید روز شنبه ادامه مطلب رو با هم دیگه گفتگو کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.